وایکینگ ها جنگجویان ماجراجویی از سرزمین های سرد بودن که با کشتی های عجیبشون 4 گوشه دنیا رو غارت کردن. اونقدر فیلم دربارشون ساخته شده و اونقدر دربارشون کتاب نوشته شده که حتی داستانهاشون وارد افسانه ها هم شده. این افسانه ها و داستان ها درباره وایکینگ ها خیلی هم بیراه نبوده. حتی دیپلمات های عرب اون دوره هم درباره وایکینگ ها نوشتن. وایکینگ ها 500 سال قبل از کریستوف کلمب، یعنی 1000 سال بعد از میلاد، به سرزمین های آمریکا رفتن و اونجا زندگی کردن. وایکینگ ها مدت زمان طولانی تو بعضی از سرزمین های اسکاندیناوی بدون داشتن هیچ گونه ارتباطی با اروپایی ها به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردن. چون هیچ سند مکتوب و نوشته شده ای از فرهنگ وایکینگ ها وجود نداره، پس هیچ اطلاعی هم از دوران تاریکشون نداریم. اما وایکینگ ها به رهبری پادشاه افسانه‌ایشون راگنار وقتی غارت اروپا را شروع کردن، صدها سال ورد زبون ها بودن. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله رو بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال جعبه اسرار همراه باشید. وایکینگ در کل ارتش منظمی نداشتن، چون همه وایکینگ ها از زنها گرفته تا مرداشون سرباز بودن و موقع اعزام به سفر هم خودشون تصمیم می گرفتن که برن یا نرن و زنها هم در ارتش نقش سازنده و برابری با مردها به عنوان سرباز و فرمانده داشتن. حتی بعضی معتقدند که زنان امروزی به اندازه زنان وایکینگ ها صاحب قدرت نیستن. در حالی که بقیه کشورها با ارتش 100,000 نفری می جنگیدن، وایکینگ ها با چند صد سرباز به جاهای دیگه حمله می کردن و همه رو می کشتن. بعد از پادشاه راگنار، پسرهاش بزرگترین ارتش رو تو تاریخ وایکینگ ها به وجود آوردن. این ارتش از حدود 3 یا 4 هزار نفر نیرو تشکیل شده بود. یکی از قدیمی ترین دست‌نوشته ها درباره وایکینگ ها مالی دیپلمات و مورخ عرب هست، احمد ابن فضلان، که به خاطر پیدا کردن راه‌های جدید تجارت به سفرهای طولانی میرفت، در روسیه با یک قبیله وایکینگ آشنا شد. او درباره وایکینگ ها این جمله ها رو نوشته: به خدا قسم تا حالا هیکلی ورزیده تر از هیکل وایکینگ ها ندیدم. مردانی با بدنهای سفید و عضلانی و درشت. قد هر کدومشون به بلندای درخت خرماست، ولی در این حال وایکینگ ها به درد نخورترین مخلوقات خدا هم هستن، چون روز و شب آبجو میخورن، همشون تبر دارن و انسانهای وحشی هستن و این هیکل بزرگشون مهمترین برگ برندشون تو میدون جنگ هست. مردهای وایکینگ موهای بلند، خالکوبی روی بدن، ریش به صورت داشتن و در عین حال همگی تبر به دست بودن. دشمنان حق داشتن که از دیدن این هیبت وایکینگ ها ازشون بترسن. حتی وایکینگ به خاطر تموم شدن بشکه‌های آبجوشون به انگلیس لشکرکشی کردند. سرزمین مادری وایکینگ هایی که روسیه امروزی پایگذاری کردند اسکاندیناوی بود. بعضی از این واون ها با کشتی هاشون به روسیه اومدن و اونجا مستقر شدن. چون این گروه از وایکینگ ها به روس معروف بودن و معنی کلمه روس هم یعنی پاروزن، به همین خاطر اسم منطقه‌ای که بهش مهاجرت کردن و توی ساکن شدن رو گذاشتن روسیه. امروز ریشه خیلی از کلمه ها به وایکینگ ها برمیگرده. اسم پادشاه هارولد بلوتوس که فرمانروای 2 کشور بود روی تکنولوژی بلوتوس گذاشته شد. از وایکینگ ها علیرغم جنگجو، کاشف و ماجراجو بودنشون هیچ اثر مکتوبی نمونده. سبک زندگی وایکینگ ها مبتنی بر سنت شفاهی و نقل سینه به سینه بوده و قوانین هم طبق این سنت اجرا می شده. مثلا دعواهای شخصی بیشتر با دوئل و مرگ حل می شد. وایکینگ ها دارای مذهب پاگانیسم بودن و به خدایانی مثل سورو، اودین، ارواح و جادو اعتقاد داشتن. به نظر وایکینگ ها ستاره ها جرقه های پتک سور بودن. تو مراسم مذهبیشون هم باور مذهبی قربانی کردن انسان مرسوم بود. این قربانیان از بین کسانی که داوطلب بودن انتخاب می شدن و معتقد بودن موقع مرگ اودین در والهالا منتظر اونهاست. شاخ برای وایکینگ ها ابزار مهمی بود. اگرچه شاخ روی کلاه خودشون این اهمیت رو به خوبی نشون نمیداد، ولی وایکینگ ها آبجوهاشون رو توی شاخ ها میخوردن و برای خبررسانی تو شاخ ها میدمیدن و با صدای بلند شاخ با همدیگه ارتباط برقرار میکردن.
وایکینگ ها از تاکتیکی استفاده کردند که تو این تاکتیک سپاه سلطان کشتی ها رو کیلومترها تو خشکی هل دادن. وقتی وایکینگ ها به فرماندهی راگنار پاریس رو محاصره کردن، به دلیل وجود زنجیری دور تا دور رودخونه نمیتونن به شهر نزدیکتر بشن. بعد وایکینگ ها کشتی رو روی خشکی حمله میکنن و به اون طرف زنجیر وارد میشن و به پاریس حمله میکنن. وایکینگ ها با این روش و تکنیک های مشابه خیلی از شهرهای اروپا رو غارت کردند و به هر جا رفتن به هیچ کس رحم نکردند. وایکینگ ها به جای ساکن شدن در این مناطق بیشتر به هدف غارت به اینجا حمله می‌کردند و بعد هم همراه با برده و اشیای گرانبها به خونه‌های خودشون برمیگشتند. چون وایکینگ ها معتقد بودند که جاهای زیادی تو دنیا هست که باید گشت و ساکن شدن تو یه جا اشتباه محض هست. هرچند تو فیلم ها می‌بینیم که وایکینگ ها همشون گوشت می‌خوردن، ولی در واقع اونا به شدت گیاهخوار بودن. شاید هم به خاطر گیاهخوار بودنشون بدن سالم و قوی داشتن. تو جنگ ها بعضی از وایکینگ ها فکر می‌کردن که به مرد گرگی تبدیل میشن و به همین خاطر لخت و برهنه مبارزه می‌کردن تا نشون بدن که نمی‌ترسن. امپراتور روم شرقی که تحت تاثیر روحیه جنگجویی وایکینگ ها قرار گرفته بود، تو استانبول گروهی متشکل از محافظان وایکینگ رو تشکیل داد و وایکینگ ها رو محافظ شخصی خودش کرد. البته ارتباط وایکینگ ها با استانبول فقط به این مورد منحصر نمیشد. وایکینگ ها بارها از طریق دریای سیاه به استانبول حمله و این شهر رو محاصره و غارت کردند. این حملات و غارت‌ها به مدت 120 سال گاه و بیگاه اتفاق افتاد. وایکینگ ها خیلی بیرحم و وحشی هم بودن. دشمنایی که اسیر می‌کردن رو با شکنجه‌های فجیعی به قتل می‌رسوندن. خیلی از اروپایی ها ترجیح میدادن خودکشی کنن تا اینکه به دست وایکینگ ها بیفتن. این اعدام ها مثل یک کاری عادی جلوی چشم همه آدم های بزرگ و کوچیک انجام میشد. تو بعضی از کتاب ها گفته شده که وایکینگ ها بعضی از پادشاهان انگلیسی رو به روش شکنجه عقاب خونین کشتن. تو این روش شکنجه همه دنده های اون شخص رو در می آوردن. قسمت بد قضیه همین بود که شخص تو این روش به این آسونی ها نمی مرد. تو بازجویی های مهم محکوم رو به شکل بره در می آوردن. اسم کشتی های وایکینگ ها دراکر بود و این کشتی ها براشون خیلی مهم و کاربردی بود. در قسمت جلویی کشتی های وایکینگ سر اژدها و در اطراف و قسمت های پشتی کشتی ها تزئینات خاص با توجه به باورهای مذهبی کار شده بود و این کشتی ها خیلی جالب و جذاب بودند. وایکینگ ها با این کشتی ها موجهای غول پیکر رو پشت سر میذاشتن. این کشتی ها با تکنیک خاصی ساخته شده بودن که تو هوای طوفانی با سرعت 20 مایل دریایی حرکت کنند. این سرعت برای کشتی های امروزی هم سرعت بالایی به حساب میاد. وایکینگ ها در برابر سرما مقاومت زیادی داشتند و در دریاهای یخی و امواج طوفانی با این کشتی ها سفر میکردند و این کشتی ها در برابر سرما سیستم حفاظتی نداشتند و جالب این که وایکینگ ها بلد بودن که چیکار کنن تا اصلاً مریض نشن. باورش سخته، ولی وایکینگ ها با همین کشتی ها از دریاهای یخی عبور کردند و به قطب هم رفتن. پرنس لیف اریکسون 500 سال قبل از کریستوف کلمب به سواحل آمریکا رفت. خواهر پرنس هم چند بار به آمریکا سفر کرد و درگیری شدیدی بین او و بومی‌های آمریکا اتفاق افتاد. اسم اریکسون در مناطق اسکاندیناوی یادگاری از وایکینگ هاست و ریشه برند اریکسون که مال شرکت الکترونیک اریکسون هست به لیف اریکسون برمیگرده. گفته میشه وایکینگ ها حتی تا بندر نیویورک هم پیش رفتن. برای حفظ یاد و خاطره این کشف حتی یه مارک ویسکی هم وجود داره. بعد از زیاد شدن جمعیت جهان، وایکینگ ها با دیگر نژادها اختلاط پیدا کردند و به همین خاطر امروزه تعداد خیلی کمی از وایکینگ های اصیل وجود داره. وایکینگ ها هنوز تو دانمارک و سواحل گرینلند و قسمت های از اسکاندیناوی وجود دارن. علت این همسان شدن هم به خاطر اینه که وایکینگ ها تو خیلی از کشورها پخش شدن و همین که بعد از سالهای 900 دین مسیحیت رو پذیرفتن و مسیحی شدن. مخصوصا بعد از سال 1000 و چندین قرن بعد پادشاهان خیلی از کشورهای اروپایی از بین خانواده‌های وایکینگ ها بودن. امروزه ما تو کتاب‌ها درباره وایکینگ ها می‌خونیم و از تأثیرات عمیقی که تو تاریخ داشتن با خبر میشیم و اینکه چیزهای زیادی هم از وایکینگ ها که یکی از بی‌پرواترین، ماجراجوترین و ترسناکترین جوامع تو تاریخ کوتاه بشریت بودن رو یاد می‌گیریم. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.